باید که ما خود علما الگو به مردم باشیم و در کارهای خیر در صف اول باید باشیم. رسول الله صلی الله علیه وسلم میگویند دو طایفه بندگان را هرگز آتش دوزخ نرسد. یکی اونا شخصی که در مرز و بوم پاسبانی میکند، سلامت باش. اساسگزار صلح و وحدت ملی محترم پیشوای ملت، السلام علیکم. و علیکم السلام. من رحمان رقیب خطیب مسجد جامع خواجه ساز و سلام گو. علیکم چه احوال دارین؟ احوال ما خوب است محترم. راه اصلا شدن؟ راه از فرد مکتب ها بنیاد شدن؟ بنیاد شدن. بانگاه های طبی شدن؟ سلامت باش. بنده اکثر ملاقات های شما و هر یک صحبت هاتون با مردم کشور و سفرهای خارجی داخلی شما رو پیگیری میکنم و همین را مشاهده میکنم که جناب عالی اکثر صحبت های شما مورد تحکیم استقلالیت و صلح، وحدت ملی، همدیگر فهمی و حمایه مرز و بوم است. با نظر داشت منطقه، وضع منطقه و جهان، این پریشانی و این صحبت و توجه شما را ما درک میکنیم، چون که شما این مملکت را از نال، از صفر ساختید و به این حالت مظفریت کامیابی ها رساندید و هر یک نفری تاجیک و تاجیکستانی، شخص با ایمان و با وجدان باید از این موضوع باید بی‌طرف نباشد، چون که خدای تعالی در قرآن عظیم الشان می‌فرماید در آیت 2 سوره مائده شما به کارهای نیک و ثواب و تقوا یاردم بکنید و از آن کارهایی که گناه و عدوان و معصیت است به آن مدد نکنید گفته شده است. و ما خادمان دین مردم را از منبر، از محراب‌های مساجد به سوی کارهای نیک و خیر و به حمایه مرز و بوم و دعوت جوانان به قواهای مسلح جمهوری دعوت میکنیم. باید که ما خود علما الگو به مردم باشیم و در کارهای خیر در صف اول باید باشیم. رسول الله صلی الله علیه وسلم میگویند دو طایفه بندگان را هرگز آتش دوزخ نرسد. یکی اونا شخصی که در مرز و بوم پاسبانی میکند، نمیرسد. طبق این گفته ها من که خادم دین هستم، شما هم در اشارتان فرمودید محترم پرزیدنت، شما علما باید در همه کارهایی که به مردم توصیه و نصیحت میکنید باید خودتان الگو باشید، عبرت باشید. بنده سال 2022 فرزندمان در فاکولته شرقشناسی دانشگاه دولتی خوجند با نام اکادمیک بابا جان غفوروف تحصیل میکرد. با دعوتمان اجابه نمود و به عسکری، به قواهای مسلح پیوست. با تقدیر خداوند برای حمایه وطن، برای حمایه مرز و بوم برای وطن و ملت، برای حمایه مرز و بوم جانش را فدا کرد. صحبت کردن محترم جناب عالی مشکل تر است، چون که فرزند است، نور چشم است، میوه دل انسان است. اما من به آن فخر میکنم که فرزند برای وطن، برای ملت، برای کشور جان داد. جایش را خدای تعالی جنت گرداند. فقط مرا همین تسلیت میدهد که محترم جناب عالی
جوانمردانه شرفمندانه با نام نیک از این دنیا رفت، نه به مانند آن جوانهای گمراهی که در خارج کشور در وطنهای بیگانه برای منفعتهای دیگر قوم جان داده ایستادند. از این تأسف میکنم و بسیار افسوس میخورم و برای شما محترم جناب عالی همچون خادم دین وعده میدهیم که باز از این سخنهای پرمحتوای شما خیلی نتیجه ها گرفتیم و باز خدمت و مسئولیت خود را دوچند میکنیم و برای شما در این مسئولیت بزرگ که راهبری دولتمان را دارید موفقیت مظفریت ها از خداوند. جماعت دیات بارخ 3-4 سال آخر است که در جمهوری یک اولین شده نقشه دعوت به صف قوای مسلح را اجرا میکنند، مثل ولایت مختار کوهستانی بدخشان. احسن، آفرین. من میفهمم، تعزیه ما را قبول کنید.